لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادند که همانا مردم در روز قیامت عریان و پابرهنه و بدون ختنه محشور می شوند. پس عایشه گفت که ای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مردان و زنان به همدیگر نگاه می کنند. سلام و صلوات الله بر او باد به او گفت ای عایشه، قضیه خیلی شدیدتر از این است که کسی به دیگری نگاه کند. به همین جهت الله تعالی آن حال را توصیف کرد و فرمود روزی که آدمی از برادرش می‌گریزد و از مادرش و پدرش و از زن و فرزندانش، هر کسی را در آن روز کاری است که به خود مشغولش دارد. اولین کسی که در روز قیامت پوشانده می‌شود ابراهیم علیه السلام است. فرشته‌ها لباسی از بهشت می‌آورند و او را با آن می‌پوشانند که سلام و صلوات الله بر او باد. بعضی از علما ذکر کردند که همانا سبب پوشاندن لباس بر ابراهیم علیه السلام قبل از همه با اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که صاحب مقام محمود است و صاحب علم است و سرور فرزندان آدم، در روز قیامت است و مردم برای طلب شفاعت الله به پیش او می‌روند، ولی ابراهیم اولین کسی است که لباس بر او پوشانده می‌شود. بعضی از اهل علم گفتند که هنگامی که ابراهیم جوان بود، قومش به همراه پدرش به نزد او آمدند و می‌خواستند که بر کفر و شرکی که در آنها هستند باقی بمانند، ولی او سر باز می‌زد. پس پدرش به او بت‌ها را می‌داد و از او می‌خواست که آنها را بفروشد. پس او در بین مردم می‌گشت و می‌گفت که چه کسی می‌خواهد چیزی را بخرد که به او ضرر می‌رساند و هیچ سودی به او نمی‌رساند؟ چه کسی می‌خواهد چیزی را بخرد که به او ضرر می‌رساند؟ پس هنگامی که با بت‌ها نزد پدر خود برگشت، او را می‌زد. ابراهیم می‌خواست که برای آنها تبیین کنند که این بت‌ها نه ضرری می‌رساند و نه سود. سپس روزی ابراهیم علیه السلام هنگامی که قوم او برای عید و گردش بیرون رفتند، به جایی که جشن وجود داشت و آنجا جمع می‌شدند، به او گفتند که با ما خارج شو. با اینکه او جوان بود، به آنها گفت که من بیمارم، نمی‌توانم خارج شوم. پس هنگامی که خارج شدند، پنهانی نزد خدایانشان آمد، در حالی که خوراکی جلوی دستای بت‌های آنان بود. قوم او آن را گذاشته بودند تا اینکه این بت‌ها به گمان خود به آن برکت دهند. پس هنگامی که آنها را دید گفت چیزی نمی‌خورید؟ چرا سخن نمی‌گویید؟ با سنگی حرف می‌زد همانند این سنگ. همانند این سنگ. ولی آنها به شکل اشخاصی تراشیده شده بودند. به جای اینکه آن سنگ به این شکل باشد، آن سنگ را به شکل اشخاصی تراشیده بودند و اعتقاد داشتند که این بت و این سنگ اگر باران از آنها قطع شود و آنها به نزد او بروند و برای او سجده کنند، آسمان خواهد بارید. این گونه به بت‌ها اعتقاد داشتند. اعتقاد داشتند که اگر بیمار شدند و آمدن نزد این سنگ سجده کردند، از بیماری رها خواهند یافت. و اعتقاد داشتند که آن سنگ به هنگامی که فقر به آنها چیره شود یا اینکه زمین خشک شود، اگر او را دعا کنند، دعای آنان اجابت می شود. پس به این اعتقاد داشتند. پس ابراهیم علیه السلام آنها را از این کار نهی می کردند، اما آنها موافقت نمی کردند و می خواستند که بر انجام این کار ناپسند خود باقی بمانند. پس این بت‌ها را از بین برد تا اینکه قوم او بدانند که این بت‌ها در حقیقت هیچ سودی به خود نمی رسانند.
پس به نزد خدایان وارد شد و گفت چیزی نمیخورید، چرا سخن نمیگویید؟ حرف بزنید، چرا غذا نمیخورید؟ پس ابراهیم دید که خدایان هیچ جوابی به او نمیدهند و همینطور ساکت هستند و در نهایت دستی به قوت بر آنها زد. تبر را با دست گرفت و شروع به زدن آنها نمود. آنچنان زد تا اینکه تبر را در بزرگترین آنها قرار داد و سپس خارج شد. سپس هنگامی که قومشان شتابان برگشته بودند و مشتاق بودند که غذا بخورند و خدایان خود را ببینند. پس هنگامی که آنها را دیدند تعجب کردند. آنها خرد شده بودند و بر روی همدیگر تلمبار شده بودند. گفتند چه کسی این کار را با خدایان ما انجام داده؟ بیگمان او از ستمکاران است. گفتند چه کسی با خدایان ما چون این کرده است؟ بیگمان او از ستمکاران است. گفتند شنیدیم جوانی که به او ابراهیم گفته می شود از آنها به بدی یاد می کرد. گفتند او را به حضور مردم بیاورید. باشد که آنان گواهی دهند. پس ابراهیم علیه السلام را آوردند. پس هنگامی که در جلوی آنها ایستاد، گفتند ای ابراهیم، آیا تو چنین کاری را با خدایان ما کرده ای؟ گفت بلکه این بت بزرگ چنین کاری کرده است. گفت که این بت بزرگ دوست نداشت که این بت‌های کوچک با او عبادت شوند، پس آنها را خرد کرد. سپس ابراهیم گفت بلکه این بت بزرگ چنین کاری کرده است. مگر نمی‌بینید که تبر در سر آن آویزان است؟ از آنها سوال کنید، از آنان بپرسید. پس آنان به خود آمدند و گفتند بیگمان شما ستمگرید. سپس سرافکنده شدند و گفتند بیشک تو میدانی که آنها سخن نمیگویند. سپس ابراهیم گفت آیا بغیر از خداوند چیزی را میپرستید که هیچ سود و زیانی را به شما نمیرساند؟ وای بر شما، وای بر چیزهایی که به جای خدا میپرستید. آیا خرد نمیورزید؟ یعنی خدای شما نمیتواند به خود کمک کند، به خدایان خود یاری برساند. این یعنی که شما از آنها قوی ترید. اگر میخواهید کاری کنید او را بسوزانید. پس ابراهیم را آوردند و لباسهای او را از تن به در کردند برای اینکه او را به ذلت بکشانند. پس در روز قیامت اولین انسانی است که پوشانده می شود. لباسهای او را کندند و دست و پاهای او را بستند و آتشی افروختند و او را در منجنیق گذاشتند تا اینکه او را در آتش بیندازند. گفت ای آتش بر ابراهیم علیه السلام سرد و سلامت باش. ابو هریره گفت هنگامی که لباسهای ابراهیم را به خاطر دعوت کردن به توحید از او کندند و خواستند که او را به ذلت بکشانند، الله تعالی او را اولین کسی قرار داد که در روز قیامت پوشانده می شود. هنگامی که در روز قیامت مردم در جایگاه خود انتظار زیادی کشیدند و خورشید به آنان نزدیک شد و خروج عرق آنها را گریبانگیر کرد و تشنگی آنها زیاد شد، در آن هنگام الله تعالی برای هر پیامبری که سلام و صلوات الله بر آنها باد حوضی قرار می دهد که قوم او از آن می نوشند. برای هر پیامبر حوضی قرار می دهد که قوم او از آن بنوشند. پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند حوض من از ایله تا صنعا است. از ایله مرز سرزمین شام تا صنعا در یمن و در روایتی فرمود از ایله تا مکه. این بزرگی آن را میرساند. سپس فرمود سفیدتر از شیر و سردتر از یخ و شیرینتر از عسل. ظرف‌هایی که مردم با آن آب می نوشند، آن ظرف‌ها به تعداد ستارگان آسمان. کسی از مردم نگوید که من ظرفی پیدا نکردم که آب بنوشم. ظروف آن به مقدار ستارگان آسمان است و برای هر پیامبر حوضی وجود دارد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مردم نگاه می کند و آنها را صدا می زند تا بنوشند. امت خود را صدا می زند. به او گفته شد که ای رسول الله چگونه کسی از امت خود را می شناسی که او را ندیدی؟ یعنی در روز قیامت ابوبکر و عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر و ابو قتاده را دعوت می کنی که بیا بنوش. تو مردمی را که به تو ایمان آوردند و آنها را ندیدی چگونه دعوت می کنی؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با اصحاب خود
در مورد ما صحبت می‌کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: دوست داشتم اگر میشد برادرانم را ببینم. به او گفتند که آیا ما برادران تو نیستیم ای رسول الله؟ فرمود: شما اصحاب من هستید. برادران من کسانی هستند که بعد از من میآیند و هر کدام از آنها دوست دارد که اگر میشد نفس خود و اموال خود را بدهد تا مرا ببیند. یعنی نفس خود و اموال خود را میدهد تا رسول الله را ببیند. صحابه گفتند: ای رسول الله، چگونه کسی از امت خود را میشناسی که هرگز او را ندیدی؟ چگونه آنها را میشناسی در حالی که در آنها عرب، عجم، سفید، سیاه، زرد، قرمز، برنزی همه رنگ وجود دارد؟ چگونه آنها را میشناسی ای رسول الله؟ سلام و صلوات الله بر او باد. فرمود: همانا امت من در روز قیامت بر اثر وضو با روی و دست و پای سفید میآیند. پس میآیند در حالی که در آن سفیدی نور و روشنایی وجود دارد به علت شستن رویشان به هنگام وضو. اما تهجیل سفیدی است که در دست و پا می باشد. پس امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با این وصف می آیند در حالی که به همراه مردم عریان و پا برهنه هستند. می آیند اما با این صفات نیک وصف شده‌اند. در آن هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنها را به این حوض دعوت می کند. این حوض را الله تعالی به واسطه رودی از بهشت آب می رساند. این رود بهشتی همان است که این حوض از آن تغذیه می کند و مردم برای تقرب به درگاه پروردگار از آن می نوشند و هر کسی که یک بار از آن نوشید هرگز بعد از آن تشنه نمی شود و هر کسی که از خوردن آن منع گردید تشنه می ماند تا ابد تشنه می ماند. به همین سبب هر کسی وارد آتش شد در حالی که از حوض پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ننوشد، عقوبتش تشنه ماندن در طول مدت زمان مکث در جهنم است. ما کوثر را به تو اعطا کردیم. این رود بهشتی همانی است که این حوض از آن تغذیه می کند و مردم برای تقرب به درگاه پروردگار عالمیان از آن می نوشند. و هر کسی که یک بار از آن نوشید هرگز بعد از آن تشنه نمی شود و هر کسی که از خوردن آن منع گردید تشنه باقی می ماند. به همین سبب است که هر کسی وارد آتش شد در حالی که از حوض پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ننوشید، عقوبتش تشنه ماندن در طول مدت زمان مکث در جهنم است. اقوامی در روز قیامت از حوض پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رانده می شوند و آنها کسانی هستند که به او سلام و صلوات الله بر او باد ایمان آوردند و بعد از وفاتش مرتد شدند. به همین جهت هنگامی که ابوبکر که خداوند از او راضی باشد تعداد مرتدین را دید، مردم را برای جنگ با آنها جمع کرد و می گفت به الله قسم با کسی که بین نماز و زکات جدایی بیندازد می جنگم. رضای الله بر او باد با آنها پیکار کرد به خاطر اینکه این مرتدان منتشر نشوند و اگر الله تعالی ایستادن ابوبکر و عمر و عثمان و علی و صحابه گرامی را برای اسلام میسر نمی ساخت که زمام را در دست بگیرند، مرتدها زیاد می شدند. به همین جهت بعضی از اقوام از حوض پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رانده می شوند و آنها کسانی هستند که در حیاتش به او ایمان آوردند و ممکن است که ایمان آنها به خاطر دنیا یا مال یا غنیمت باشد، اما هنگامی که او فوت کرد از دین خود برگشتند. آنها از آن حوض بهشتی رانده می شوند. هرچه انسان آمادگی بیشتری برای آن جایگاه کسب کند، هنگامی که مردم آشفته و بیمناک می شوند، در آن هنگام قلب او مطمئن‌تر می شود برای ایستادن در پیشگاه الله. پس قلبش دارای اطمینان بیشتری از دیگران است. با اینکه آشفتگی بر همه چیره می شود، اما الله تعالی کسی را که بخواهد ثابت قدم می کند و مهمترین چیز این است که قبل از وفات خود چیزی از حق مردم برگردنت نباشد. جنازه‌ای در پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گذاشته شد. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قبل از اینکه نماز بخواند به اصحاب خود فرمود آیا قرضی بر او هست؟ صاحب این جنازه آیا قرضی بر او هست؟ گفته شد بله ای رسول الله، بر او 2 دینار قرض است. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روی برگرداند و فرمود
بر جنازه دوستتان نماز بخوانید. چرا که در بازپس دادن آن کوتاهی کرده، برای چه آن را به تأخیر انداخته؟ بر جنازه دوستتان نماز بخوانید. به خاطر اینکه موعظه‌ای باشد برای دیگر کسانی که بر آنها قرض است. پس ابو قتاده ایستاد و گفت ای رسول الله، 2 دینار را من میدهم. تمام شد. از گردنش ساقط و بر گردن من افتاد. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تأکید کرد که حق بدهکار را میپردازی تا اینکه از میت ساقط شود؟ گفت بله ای رسول الله. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تکبیر گفت و بر او نماز خواند. سپس ابو قتاده را در شب دید و به او گفت که در مورد آن 2 دینار چه کار کردی؟ به او گفت ای رسول الله، کمی پیش از دنیا رفت. یعنی زمانی من پس میدهم، اما هنوز وقتی نگذشته. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ساکت شد. سپس او را بعد از آن دید. به او گفت که در مورد 2 دینار چه کار کردی؟ به او گفت ای رسول الله، من آنها را ادا کردم. رسول الله به او فرمود الان مرقدش را بر او خنک کردی. الان ممکن است که این مرد در داخل قبرش آسوده باشد. الان مرقدش را بر او خنک کردی. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارایی چندانی نداشت که بتواند به ضعیفان کمک کند. اما او بعد از آن فرمود هر کسی مال و عیالی را ترک کرد، آن برگردن من است. به همین جهت اهل علم ذکر کردند که همانا انسانی که به علت شدت فقر قرض بگیرد، یا انسانی که فرزندش مریض شده یا که از درس خواندن باز مانده، یا ممکن است ماشینش خراب شده باشد، یا برگردنش اجاره خانه افتاده باشد، یا نیاز به درمان داشته باشد، یا چیزهای دیگر و نیازمند پول است و پولی ندارد و قرض میگیرد. پس رفت و قرض گرفت. در حالی که او تلاش میکنه که پس بده. هر بار سعی میکنه، به دنبال کار میگرده، سعی میکنه پس بده، اما نمیتونه که این اموالو پس بده. نه به سبب تنبلی و نه به سبب رفاهیت. همان گونه که متاسفانه بعضی از مردم انجام میدن. میبینی که 50,000 به این بدهکاره و 10,000 به اون یکی بدهکاره. ولی میبینی هر بار که گوشی جدید یا کامپیوتر جدیدی وارد بازار میشه، اول از اینکه در میاد اون میره میخره و هیچ کامپیوتر مدل جدیدی نمیاد مگر اینکه اون میره و اونو میخره و میبینی که در هر عیدی لباسهای نو بر تن او و فرزندانش وجود داره و میبینی که ممکن است ماشینش از بهترین ماشین ها باشه و اگه یکی تماس گرفت یا یکی با اون تماس گرفت انقدر حرف میزنه بدون اینکه به مقدار پول این مکالمه اهمیت بده. مردم میگن ای برادر، به جای اینکه این اموال رو در راه رفاه شخصی خودت صرف کنی، بیا و پولهای ما رو پس بده. این کسی است که گناه برگردن او وجود دارد. اما کسی که نتواند پس بدهد، انسانی که نتواند پس بدهد، یعنی فقیر باشه و فقر رو تا زمانی که از دنیا رفت ادامه پیدا کنه و چیزی پیدا نمی کرد که با آن گرسنگی فرزندانش رو برطرف کنه، همانا الله تعالی صاحب اموال در روز قیامت را از او راضی می گرداند. این به معنای ساده گرفتن قضیه بدهکاری نیست، لیکن پیامی برای برخی از کسانی است که پدرشان از دنیا می رود یا اینکه نانآور خانه از دنیا می رود که ممکن است برادر بزرگتر یا پدر بزرگ باشه یا مادرشون باشه، در حالی که بر او بدهکاری است و این پول رو برای علاج شخصی قرض گرفته یا برای پرداخت فیش آب و برق و امثال اینها. اگر مرد برای او ناراحت نباشید، اگر اهل افراد نبود. و به همین جهت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر آن کس که اموال مردم را بگیرد و قصد پس دادن آن را داشته باشد، الله تعالی برای او ادا می کند. او به سبب زیادی نیاز قرض گرفت و در دل خود قصد می کند که در اولین فرصتی که پول پیدا کند پس می دهد و حرص می ورزد و جستجو می کند و کار می کند، اما به او رزق داده نشد، رزقش زیاد نشد. الله بدهی او را ادا می کند و از رحمت و کرم الله در روز قیامت صاحب مال را راضی می گرداند. سپس پیامبر اکرم فرمودند هر آن کسی که اموال مردم را برای تلف کردن از آنها بگیرد، الله او را تلف می کند. اموال مردم را اخذ کرد و با آن هر چه می‌خواهد انجام می‌دهد و آن را هدر می‌دهد. پس این را الله تعالی تلف می‌کند و در روز قیامت از حسنه‌های این شخص گرفته می‌شود و به طلبکاران داده می‌شود. به همین جهت آمادگی حقیقی
برای لقای الله تعالی و ایستادن پیش روی او و برای نوشیدن از حوض پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم آمادگی کامل می‌خواهد و این کار انسان‌های صالح است. لشیء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عن هرمز يوما خزائن